محمد سمیر هستم، ولد محمد نصیر، محصل تکنولوژی افغان و در این بخش یک سولار متحرک با شما نمایش میدیم که از موتور ساخته شده و چکر و پایدل بایسکل و دارای سنسور حرارت می باشه که حرارت خود شیشه را وقتی کفتاب معلوم میکنه با ما نشان میده، چرا هر سولار در پشتش درجه حرارتش می باشه و توانش یاش و این نشان دهنده حرارت ولتاژ سولار، حرارت سانتیگراد و درجهش کنم درجه مانده شرق غرب جنوب و اینجا نمایان شده چکر بایسکل، زنجیر بایسکل و موتور و هم پایدل بایسکل و از این طریق درجه سولار ما تنظیم میکنیم که به کدام درجه بانیم.